سلام به تمامی دوستان عزیز، امید که عالی باشین و روزهای بسیار خوبی را پشت سر گذاشته باشین. به جلسه 21 دوره معامله‌گری در بازار فارکس خوش آمدین. در این جلسه میخوایم در مورد فیبوناچی صحبت کنیم، که فیبوناچی چی هست و چه ناحیه‌هایی را قرار است برای ما مشخص کنه تا ما بتونیم در استراتژی خود ازش استفاده کنیم تا به سودهای بسیار خوب داخل بازارهای مالی برسیم. دوستان عزیز حتما سعی کنین این دوره رایگان با تمامی دوستان عزیزتان به اشتراک بذارین، چرا که رایگان است و همگی بتونن استفاده کنند و با بازارهای مالی آشنا شوند. پس وقت تلف نمی‌کنیم، میریم سراغ ادامه ویدیو. خب دوستان عزیز، همونطور که میبینین ما در اینجا براتون نوشته کردیم که از فیبوناچی برای پیدا کردن کدام ناحیه ها استفاده میکنیم. ببینید دوستان عزیز، ما خیلی ساده توضیح دادیم و شما نیاز نیست که برین خطها رو بخونین تا آخرشون بینی چند کلمه برسین. داخل گوگل میتونین سرچ کنین و خطهای بسیار زیادی نوشته شده، ولی مهمترینش همی است که میدانم اگه شما چندین خط هم بخوانین آخرش به این نتیجه میرسین. برای پیدا کردن ناحیه PRZ یا با فارسی یا دریش اگه بخوایم بگیم ناحیه احتمالی بازگشت قیمت. ببینید دوستان عزیز، ما از فیبوناچی زمانی استفاده میکنیم، البته میشه در ناحیه‌های مختلف استفاده کنیم، یعنی روندهای مختلف استفاده کنیم. بعضیا مثلا تیپی های خودشان بر حسب فیبوناچی میندازن و اینی رقم یک چیز ها، ولی ما در حال حاضر میخوام ناحیه های پیارزدی رو مشخص کنیم، ای که از کجا میخوای روند بازگشت داشته باشه. یعنی یک روند ما سعودی هستک، میای برای ما اینجا به این شکل میای سقف بالا میزنه و دوباره برگشت میکنه رو به پایین و دوباره سقف بالا میزنه و ما نمیدانیم که انالی روند ما سعودی هستک از کجا قرار است بازگشت قیمت داشته باشه و دوباره رو به بالا حرکت کنه. میایم چیکار میکنیم؟ از ابزار فیبوناچی استفاده میکنیم در اینجا که برای ما یک سری ناحیه های پیارزدی رو میده که میتونیم در اون ناحیه ها دنبال تاییدیه کندلی باشیم تا بتونیم ازش استفاده کنیم و بتونیم داخل بازار سودهای بسیار خوب بگیریم. البته استاپلاس رو همیشه در نظر بگیرین، چرا که بازار استاپلاس داره که ما باید استاپلاس تایید کنیم و بپذیریم. خب دوستان عزیز، حالا نیاز نیست که اینجا من براتون مثال بزنم که در اینجا بخوام خط کنم، چرا که بعضیا میگن نقاشی از در روی نقاشی خیلی خوب انجام میشه، ولی اگه بخواین داخل بازار استفاده کنین سخت است. نه خیر دوستان عزیز، اصلا سخت نیست. اگه شما درست استفاده کنین از فیبوناچی میتونین فقط با فیبوناچی، یعنی فیبوناچی خالی، بهترین سودا رو از بازار بگیرین. یعنی از هیچ چیز دیگه استفاده نکنین، فقط فیبوناچی. پس میریم روی صفحه تریدینگ ویو که اونجا براتون بهتر توضیح بدم ای که چگونه رسمش کنین و تنظیماتش رو براتون نشان بدم ای که کدام اعدادش برای ما مهمتر است. خب میریم روی صفحه تریدینگ ویو. خب دوستان عزیز، روی صفحه تریدینگ ویو هستیم و میخوایم از ابزار فیبوناچی استفاده کنیم. اولشی که فیبوناچی رو ما چگونه اد کنیم. ببینید دوستان عزیز، اگر روی از این مداد بزنین اینجا که براتون مشخص کردیم و مقداری پایین بیاین، فرق نمیکنه داخل گوشی های ساده باشه یا آیپد باشه یا کامپیوتر، تمامش همین رقم است، یکی هست و شما میتونین استفاده کنین. و ای که براتون بگم اصلا مشکلی نیست که شما گوشی ساده دارین یا هر چیزی دارین، شما یک ذره سخت است براتون تحلیل کردن. درست است سخت است، کندل ها رو یک مقدار کوچیک‌تر میبینین اما قابل استفاده است و شما میتونین بازار تحلیل کنین. چیزی که در اینجا میبینین قرار است داخل صفحه گوشی خودتان هم ببینین و قرار نیست کدام چیز دیگه براتون نشان بده. و ای که خودم شخصا از گوشی شروع کردیم، با گوشیش یاد گرفتیم، تحلیل های خود با گوشی انجام میدادم و پیسه ای که رشد دادم همراه گوشی رشد دادیم. پس سعی کنین سخت نگیرین، سخت بگیرین، هر چقدر سخت‌تر بگیرین همونقدر براتون سخت میشه بازار و باعث میشه که شما با اون چیزی که میخواین دسترسی پیدا نکنین. دوستان عزیز، همونطور که اینجا میبینین فیبوناچی رو براتون اینجا
مشخص کردیم که روی فیبوناچی میزنین. من حالا میتونین فیوریتش کنین که دینی پایین براتون بذارین. من ایرم اول چیز کنم. خب من میزنم که ببینید دینی پایین آمد و من دینی پایین دارمش که میتونم دیگه نیاز نیست هر دقیقه بهم روی از این مداد بزنم. من مستقیم از اینجا ازش استفاده میکنم. ببینید اول این که شما فیبوناچی رسم میکنین با اینی تنظیمات روبرو میشین. اولین کاری که میکنین این است که میرین داخل تنظیمات دوستان عزیز، ناحیه های اضافی فیبوناچی را کلا پاک میکنین یا ای که خاموش میکنین، غیر فعال میکنین. این ناحیه برای ما مهم نیست، این ناحیه برای ما مهم نیست، این ناحیه برای ما مهم نیست و این ناحیه میتونه مهم باشه که من میذارمش. و اگه بخوایم تمیزترش کنیم دوستان عزیز، اول بک‌گراندش خاموش میکنیم که بک‌گراندی نداشته باشه که خیلی رنگ و رنگ باشه، جالب نیست از نظر من. و ای که ببینید بعضی ها فیبوناچی رو زمانی که رسم میکنن فکر کنم برشان برعکس باشه. یعنی ای که ببینید آل اعداد میبینین، اعداد شماره 78 و 6 اینجا استک، بذاریم من مشخص کنم اینجا استک، 61 و 8 اینجا استک، نیم اینجا است و 38 و 2 اینجا استک و ای هم اینجا. برای بعضی ها امکان داره به این شکل باشه که ببینید، بذاریم من اینجا براتون مشخص کنم که به چه شکل است. خب کجا بود؟ اینجاست. ببینید شاید به اینی شکل ببینین و این اشتباه نیست. بعضی ها این رقم استفاده میکنن ولی من شخصا خودم میام این رقم استفاده نمیکنم. مثلا ببینید ناحیه 78 ما رفت بالا و ناحیه 23 ما آمد پایین. من خودم شخصا به اینی شکل استفاده میکنم که میبینین به اینی شکل، یعنی 78 رو به پایین باشه. میگم فرقی نداره که شما میتونین از هر حالا تنظیماتش استفاده کنین. میتونین برین حالا چک کنین خودتون با کدامش راحت تر هستین و میتونین در استراتژی خودتون ازش استفاده کنین. و ای که دوستان عزیز اصلا فیبوناچی رو ما میایم از کجا و کجا رسم میکنیم. ببینید یک موضوع بسیار مهم است که شما ایزان باید فیبوناچی تونه از ناحیه های درست رسم کنین. مثلا یک روندی رو به پایین حرکت کرده، ببینید حالا ما اصلا لایو بازار رو ندیدیم ولی میبینم که یک روند بسیار خوب رو به پایین حرکت کرده، به این شکل رو به پایین حرکت کرده که من میایم چی کار میکنم؟ میگم خب چرا بازار از اینجا حرکت کرده رو به پایین؟ دلیلش چی بوده؟ من حتی دوستان عزیز باور کنید چارتم ندیدیم ولی من فیبوناچی رو اد میکنم. میام ببینید فیبوناچی رو از بالاترین نقطه‌ای که بازار رو به پایین حرکت کرده و پایین ترین نقطهش در کجاست؟ در اینجا بوده که بازار رو به بالا حرکت کرده. ببینید فیبوناچی چی یک ناحیه بسیار خوبه برای شما مشخص کرده. شما میتونستین همین روند سودش از بازار بگیرین و البته امروز فکر کنم تمام بازارهای اروپا بسته است، از دو خاطر ریسک معاملات کلا بالا هست و سعی کنین در این روزها اصلا وارد معامله نشین، چرا که ریسکتون بالا میره و باعث میشه شما داخل بازار استاپ بخورین، چرا که بازار شادوهای عجیب غریب میزنه که واقعا جالب نیست. ببینید دوستان عزیزم، همونطور که میبینین فیبوناچی آمده برای ما. حالا در تایم فریم 5 دقیقه میرم که بهتر بتونیم ببینیم. ببینید فیبوناچی رو من از اون بالا رسم کردم تا این پایینه، دقیقاً تا اینی پایین رسم کردم و نقطه یک من دو تا نقطه کلا برای شما میتونه، یک نقطه یک و نقطه 0. اگر روند ما نزولی باشه، رو به پایین باشه، نقطه یک ما بالا قرار میگیره و نقطه 0 ما پایین قرار میگیره. اگر بخواین ریورسش کنین، یعنی که برعکس باشه، ببینید اگر بخواین برعکسش کنین نقطه یک شما اینجا قرار میگیره، نقطه 0 شما بالا، پس فرقی نمیکنه. من با این راحت تر هستم که میبینین. حالا بذارین اینجا مشخص کنم، حالا بذارین قیمتشو میذارم اینجا برای خودتون مشخص کردیم که نقطه 0 پایین است و نقطه 1 بالا. و ببینید فیبوناچی برای ما کدام اعداد نشان داده. یک مقدار جلوتر میایم که بتونم بهتر دید داشته باشم و اینجا میارمش.
ببینید دقیقاً از اینجا آمده رو به پایین حرکت کرده و این فیبوناچی است. دوستان عزیز، وقتی روند ما نزولی هست یا صعودی فرقی نمیکنه. برای کدام ناحیهش مهمتر است؟ ببینید بستگی به شتاب روند داره. بعضی وقتا میبینید که روند خیلی پرقدرت حرکت میکنه و زمانی که پرقدرت حرکت کرد میتونه ناحیه 38 یا نیم برای ما خیلی معتبر باشه که بازار زمانی که آمد به ناحیه 38 یا نیم برخورد کرد دوباره رو به پایین حرکت کنه. اگر روند ما پرقدرت نبوده و بسیار ضعیف عمل کرد و نتونست او قدرت اصلی خودش نشان بده، ولی شما میدونین که روند نزولی است، شما میدونین که روند ما نزولی است و بازار هم داره ضعیف عمل میکنه. پس انتظار داریم که بازار چیکار کنه؟ بیایه بذاریم من اینجا براتون مشخص کنم، من اینا رو پاک کنم. اگر روند ما ضعیف باشه بازار میایه امکان داره با ناحیه های 61.8 یا 78.6 ببینه که بعدش بازار رو و پایین حرکت میکنه و ای که همونطور که میبینید بازار یک روند بسیار خوب داشته رو به پایین. ببینید حالا قدر پرقدرت نبوده ولی روند خوبی بوده که آمده دقیقا ناحیه 61.8 تاچ کرده و رو به پایین حرکت کرده. ببینید چقدر خوب حرکت کرده و معمولا اگه شما نقطه بسیار خوب PR زدی رو پیدا کنین بازار بسیار با قدرت رو به پایین یا بالا حرکت میکنه و میگم کامل به استراتژی شما بستگی داره. شما میتونید داخل استراتژی تا ند کنین. شما باید روندها رو بشناسین، چه زمانی روند شما حالا نزولی شده، چه زمانی روند شما صعودی شده. شما باید بدانین که کدام نقطه، یعنی از کدام نقطه روند نزولی ما شروع شده که من بیایم فیبوناچی خود رسم کنم داخل بازار. و حالا مثال های دیگه براتون میزنم دوستان عزیز، حالا نگین که این فقط یک دانه مثال بوده، مثال های دیگه براتون میزنم که شما ایزان بتونین ازش استفاده کنین. ببینید دوستان عزیز، بعضی وقتا میبینین بازار بسیار با قدرت رو به بالا حرکت میکنه، فقط رو به بالا حرکت میکنه. مثل اینجا ببینید بازار فقط رو به بالا حرکت کرده، همین رقم رو به بالا رفته. شما دیگه در اینجا نمیاین فیبوناچی استفاده کنین، منین روی استراتژی خودتون رو مگذره تمرکز میکنین. مثلا من خط روندش اینجا میکشین، زمانی که خط روند شکسته شد من وارد معامله میشین. یعنی هر جایی نباید شما منتظر فیبوناچی باشین که باید حتما بیا مثلا فلان ناحیه مرا تاچ کنه. نه خیر، بعضی وقتا هم جواب نمیده دوستان عزیز و شما نباید 100% روی فیبوناچی هم اعتماد کنین. ولی فیبوناچی یک ابزار بسیار خوبی است که میتونین در ناحیه‌های بسیار مهم ازش استفاده بگیرین. و ای که حالا میریم مثال های دیگه هم میزنیم دوستان عزیز. مثلا ببینید بازار اینجا رو به بالا رفته، همین رقم بالا رفته و اگه من فیبوناچیشون بندازم ببینم عدد خاصی رو برای من مشخص میکنه یا خیر. ببینید از اینجا بازار رو به بالا حرکت کرده و چون پرقدرت حرکت کرده دوستان عزیز، ببینید چون پرقدرت حرکت کرده عدد 38.2 برای من خیلی معتبر بوده و برای من نشان داده که ببینید بازار همین که تاچش کرده رو به بالا حرکت کرده و حالا بالا رفتنشون واقعا خیلی پرقدرت بوده که حالا در آیندهش برای ما اصلا جالب نبوده. ولی اگه فیبوناچی رو بندازم ببینم دوباره برای من چون خیلی پرقدرت حرکت کرده که ببینید دوباره 23.6 ناحیه بسیار مهم بوده که دوباره تاچ شده در اینجا و بازار رو به بالا حرکت کرده. ببینید در اینجا تاچ شده و بازار رو به بالا حرکت کرده. ببینید فیبوناچی واقعا خیلی خیلی میتونه معتبر باشه و شما میتونید در استراتژی خودتان ازش استفاده کنین برای گرفتن سودهای بسیار بسیار خوب و زمانی هم که بتونین یک ناحیه PR زدی خوب مشخص کنین مطمئن باشین به زودترین فرصت میتونین به اون سودی که میخواین داخل بازار برسین.
و همونطور که میبینید بازار بعد از این که یک ناحیه بسیار مهم خودش تاچ میکنه، رو به بالا یک دفعه یا رو به پایین حرکت میکنه. مثل اینجا که بازار رو به پایین حرکت کرده و در لایو بازار دیدین. دقیقا اینجا در لایو بازار بودیم و دیدین که اینجا بازار رو به پایین حرکت کرد، اینجا بازار رو به بالا حرکت کرد، اینجا بازار رو به بالا حرکت کرد. و میریم مثال های دیگه میزنیم که چشمتان بیشتر عادت کنه. دوستان عزیز، شما باید اقدر برین داخل تریدینگ ویو، اقدر برین این ابزار استفاده کنید تا اینکه چشمتان عادت کنه به این. و زمانی که مثلا شما دیدین یک روندی رو به بالا رفته، بگین که اوکی این روند خوبی هست و ما میتونیم از فیبوناچی ازش استفاده کنیم و ناحیه پیارزدی بسیار خوبه مشخص کنیم. و ای که حالا میریم مثال های دیگه میزنم. دوستان عزیز، من واقعا اصلا چارت ندیده بودم و تازه آمدم باز کردم بعد از یک مدت طولانی، چرا که در این چند روزم بازار بانک ها تعطیل بودک، بانک اروپا هم تعطیل بودک و از نظر من قدر جالب نبود. و ای که میدانستم اگر وارد معاملام شوم ریسک معاملاتم بالا میرفت و زیاد جالب نبود از نظر من. و ای که دوستان عزیز، فیبوناچی ابزاری هست که از نظر خودم تایم فریمش اصلا فرقی نمیکنه. شما در هر تایم فریمی که دوست داشته باشین میتونین از فیبوناچی استفاده کنین و در استراتژی خودتان اد کنین. و حالا میریم مثال های دیگه میزنیم که چشم شما ایزان بیشتر در فیبوناچی عادت کنه. هر جایی که روند صعودی باشه، مثلا اینجا روند ما یک روند صعودی بوده که بازار رو به بالا همین رقم حرکت کرده. ما چی کار میکنیم؟ فیبوناچی رو اد میکنیم از پایین ترین نقطه. ببینید دوستان عزیز، چون روند ما صعودی هستک، از پایین ترین نقطه به بالاترین نقطه روند ما صعودی از دوستان عزیز، دیگه نزولی نیست که ما بیاییم از بالا به پایین رسم کنیم. و شما باید برین تنظیماتش درست کنین. اگه دوست دارین از بالا به پایین رسم کنین، از پایین به بالا، فرقی نمیکنه. ولی من تنظیماتو می‌هسته که نقطه یک ما پایین قرار میگیره در روندهای صعودی، نقطه صفر ما بالا. در روندهای نزولی نقطه یک ما بالا قرار میگیره و نقطه صفر ما پایین. میم کلا بستگی به خود شما ایزان داره که میتونین از فیبوناچی استفاده کنین. و ای که اومدیم روی صفحه. خب و ای که اگه دوباره ببینین بازار به این شکل رو به بالا رفته، بازار به این شکل رو به بالا رفته و بذاریم یک مقدار بزرگتر کنم که بازار به این شکل رو به بالا رفته و دوباره برگشته. خب تشکر که بزرگتر شدی. و دوباره به این شکل رو به پایین آمده. تا کجا آمده دوستان عزیز؟ ببینید تا خط 61.8 ما بازار رو به پایین حرکت کرده و اینجا یک ناحیه پیارزدی بسیار خوبه برای ما مشخص کرده که ما میتونستیم ازش استفاده کنیم و این سود خوشگل از بازار بگیریم. و عزیزان دل سعی کنین و دنبال از این نباشین که تمام بالا پایین رفتن چارت شما باید سودش از بازار بگیرین. باعث میشه که شما درصد خطایتان بالاتر بره. پس دنبال از این نباشین که مثلا بازار به این شکل رو به بالا رفته، ما باید این بالا رفتن میگرفتیم، پایین آمد ما پایین رفتن میگرفتیم، اینجا بیس زدک ما تمام اینی بالا پایین رفتن ها را باید میگرفتیم. نه خیر دوستان عزیز، اگه شما به دنبال از این باشین مطمئن باشین که تایم زیادی نمیتونین داخل بازار باشین و سریع بازار شما را کلا حسابتان صفر میکنه و کلا باید با بازار خداحافظی کنین. اگه به دنبال از این باشین که ما باید تمام بالا رفتن و پایین آمدنهای چارت باید بگیریم، همچین چیزی وجود نداره. شما سعی کنین در روز 2 تا یا 3 تا معامله کنین، معامله درست، خلاص. نیاز نیست که روزانه 40 تا معامله باز کنین و باعث میشه که درصد خطای شما همانقدر هم بالا بره و ضرر زیادی داخل بازار بکنین. اگه شما 2 تا یا 3 تا معامله بگیرین، فکرتان آرامتر هست. نهایتش مثلا 2 تاش سود میشه، 1 تاش ضرر میشه، 2 تا سود گرفتین، بسیار خوب است و کلا از بازار خارج میشین. 4 تا بسته میکنین. من دقیقاً 4 تا بسته میکنم و اصلا دیگه 4 تا نگاه نمیکنم تا فردا صبح.
و این چیزی هست که به درصد موفقیت شما یعنی درصد موفقیتتون خیلی بالاتر میره اگه این کار انجام بدین. و ای که حالا میم روی دوره خودمون کلا بحث عوض شده. خب اینجا برای ما ناحیه 61 و 8 مهم بوده و ببینید دقیقاً دوستان عزیز ببینید در اینجا بازار آمده استوب کرده. بازار استوب کرده یعنی میگه من نمیتونم دیگه توان بالا پایین آمدن ندارم. ببینید در اینجا استوب کرده و بازار رو به بالا حرکت کرده. و ای که بخوایم مثال دیگه بزنیم دقیقاً حالا مثال بعدیش میزنیم. یک روند صعودی است دوستان عزیز، یک روند صعودی است و شما میتونین هر جایی که روند صعودی یا نزولی رو پیدا کنین میتونین ازش استفاده کنین از فیبوناچی. ببینید دقیقاً اینجا ببین چقدر خوب جواب داده دوستان عزیز، چقدر خوب جواب داده. و خط 78 و 6 یک ناحیه بسیار مهم بوده که شما میتونستین این سودم از بازار بگیرین. ببینید واقعا فیبوناچی جادو هست دوستان عزیز، دست کم نگیرین. اصلا فیبوناچی میتونه یک ابزار خیلی خیلی معتبر باشه که شما در استراتژیاتون استفاده کنین و بتونین بهترین سودها رو از بازار بگیرین. و دوستان عزیز واقعا دوست دارم که یک دوره بسیار خوب داشته باشیم تا ای که بعد از دیدن این دوره شما بتونین با خیال راحت استاد خودتان شوین و بتونین داخل بازارهای مالی خودتان فعالیت کنین. دنبال کانال‌های سیگنال نباشین، دنبال از این نباشین که ما برم در فلان کانال سیگنال خود اضافه کنم، در فلان کانال اضافه کنم. دوستان عزیز هرچی به دنبال کانال‌های بیشتر باشین باعث میشه شما ضرر کنین. اگر شما میخواین شغلتان ترید شوه و در آینده بشینین داخل خانه و با خیال راحت ترید کنین و شغلتان باشه و درآمد دلاری داشته باشین، شما باید آموزش ببینین. شما با بودن در کانال های سیگنال هرگز نمیتونین، حتی یک ویدیو هم درست کردیم، هرگز نمیتونین با بودن در کانال های سیگنال ترید را شغلتان کنین. پس لطفاً سعی کنین به این چیزی که میگم دقت داشته باشین و سعی کنین همیشه آموزش ببینین، چرا که ترید میتونه در آینده یک شغل بسیار بسیار خوب باشه که همگی بتونن از این بازار سودهای دلاری بسیار خوب بگیرن. پس هرگز فراموش نکنین که با بودن در کانال های سیگنال شما هرگز نمیتونید ترید را شغل خودتان کنین. و ای که دوستان عزیز حالا اینجا روند ما نزولی بوده، میم سر دوره که توضیح بدیم. و دوستان عزیز قرار نیست 100% بازار به ابزار فیبوناچی هم مثلا بعضی ناحیه هایش عمل کنه. مثلا شاید بعضی وقتا فیبوناچی مثلا ناحیه 78 و 6 برای ما مشخص میکنه ولی بالاترش میره و روند کلا فیل میشه و ببینید روند نزولی از صعودی میشه. یعنی 100% هم نیست. ما هرگز ببینید دوستان عزیز هیچ استراتژی 100% نیست. هیچ استراتژی داخل بازار 100% نیست. یعنی شما اگر ویدیوی 60 به 40 دیده باشین، تمام بزرگهای مارکت هم میگه ما 60% داخل بازار موفق هستیم، 40% داخل بازار ناموفق هستیم، که تمام استراتژی ها همین است. نمیتونیم بیایم بگیم که 100% فلان اندیکاتور فلان ابزار میتونه برای ما خیلی سودده باشه. مثلا ببینید اینجا دقیقاً فیبوناچی آمده، خط 61 و 8 برای ما نشان داده که ناحیه بسیار خوب بوده دوستان عزیز، ناحیه بسیار خوب بوده دوباره، ولی بازار خب بذارید من دقیق ترش کنم، ناحیه بسیار خوب بوده ولی بازار آمده رد شده و دوباره برگشته. یعنی شما میتونستین در برگشتش وارد بازار شوین. مثلا اینجا یک خط روند داره، بذارید من خط روندش رو بکشم. اینجا یک خط روند داره، خط روندش شکسته، میتونستین وارد بازار شوین. این رقم هم نیست که دوستان عزیز شما باید فقط و فقط با فیبوناچی استفاده کنین، یعنی با فیبوناچی وارد معامله شوین. میتونین وارد شوین، اما نیاز است که
از اون چیزهایی که در دوره براتون توضیح دادیم و گفتیم استفاده کنین، از خط روند استفاده کنین، از هر چیزی که براتون توضیح دادیم استفاده کنین، چرا که میخواین استراتژی خودتون رو بسازین. خیلی ها برام پیام میده که چگونه استراتژی بسازم. شما با یک جا کردن این چیزایی که در دوره آموزش دیدین میتونین استراتژی خودتون رو بسازین. خیلی ساده است، سخت نیست، خیلی ساده است برای کسی که دوره رو با دقت کامل دیده باشه و مشکلی در هیچ جلسه نداشته باشه. میتونه تمام اینا رو با هم دیگه میکس کنه، دقیقاً میکس کنه. از فیبوناچی استفاده کنه، از خط روند استفاده کنه، ناحیه مهم بازار رو پیدا کنه. یک استراتژی بسیار خوب داخل بازار میتونه بسازه که بسیار بسیار میتونه داخل بازار برایش سودده باشه. چگونه میتونیم یک استراتژی خوب بسازیم؟ فلان فلان فلان، همین چیزایی که براتون توضیح دادم. و دوستان عزیز، فکر نکنم که نیاز باشه در مورد فیبوناچی مثالهای دگان بزنم، چرا که میبینید واقعا بازار خیلی قشنگ عمل میکنه به فیبوناچی و ابزار بسیار بسیار خوبی هست که همگی میتونن از این ابزار استفاده کنه و سودهای بسیار خوب از بازار بگیره. حالا یک دو تا مثال دگان میزنم که چشمتون بیشتر عادت کنه به فیبوناچی. مثلا اینجا بازار رو به پایین حرکت کرده، من یک ذره تایم فریم بالاتر بردم که بتونیم ناحیه‌های بهترم پیدا کنیم. ببینید اینجا بازار دقیقاً به این شکل رو به پایین حرکت کرده و دوستان عزیز بعضی وقتها ما میایم اینی ناحیه دقیقاً ببینید این موضوع رو کسی براتون نمیگه، هیچ کس نمیگه دوستان عزیز، ولی من براتون میگم. اینی ناحیه رو ما یک ناحیه مهم در نظر میگیریم، یک ناحیه‌ای که میتونه از اینجا دیگه بازار برگشت خودش انجام بده. دقیقاً این ناحیه بین 61 و 8 78 و 6 میتونه ناحیه بسیار مهم باشه که بازار با گرفتن تاییدیه های کندلی دوستان عزیز همین رقم چشم بسته وارد نمیشیم. چشم بسته وارد شوی داخل بازار ضرر کردی، یا ای که بگی خب خیر است این ناحیه برای من مهم است، من میام اینجا وارد میشم، حساب لاس خود پشت خط 78 چشم میذارم. کاملا اشتباهه. حتی اگه سود شوه شما بازم معامله خوبی ندارین. شما باید به دنبال تایید کندلی باشین، شما باید به دنبال ازی باشین که بازار بر شما تاییدیه هایی رو که میخواین بده، بعد شما ورود به معامله میزنین. یعنی فقط با ای که بگین خب بازار رسید به این خط فیبوناچی من ورود میزنم، حالا ضرر میشه. نه خیر، حالا ضرر میشه نداریم، ما نامدیم داخل از این بازار ضرر کنیم، آمدیم سود بگیریم دیگه. پس باید به خیلی چیزها دقت کنیم و بتونیم سود اصلی خود از بازار بگیریم. و ای که دوستان عزیز حالا من اینو پاک میکنم، دقیقاً من همی که رو به پایین حرکت کرده، دوباره ببینید از اینجا رو به پایین حرکت کرده، دوباره میندازم، دوباره خط 61 و 8 فیبوناچی آمده ناحیه پیار زدی ما بوده ده اینجا و به بازار اجازه نداده که بالاتر حرکت کنه، رو به پایین حرکت کرده. و خیلی دوستان عزیز تقاضا داشتن که سعی کنین از ابزار فیبوناچی برای ما ویدیو بسازین. این هم ابزار فیبوناچی، ولی لطفاً سعی کنین برین آموزش ببینین، نه ای که فقط دارین این دوره رو میبینین بعدش بگین که من استاد فیبوناچی شدم خلاص. نه خیر، برین روی چارت ازش استفاده کنین، در تایم فریم های مختلف استفاده کنین، نه ای که فقط در یک تایم فریم، در تایم فریم های مختلف استفاده کنین و بتونین. در حال حاضر دوستان عزیز من هر شخصی که وارد بازار میشه، یعنی جدید هسته، من سعی میکنم براش بگم که فقط آموزش ببین، با حساب دمو کار کو، آموزش ببین خلاص. زمانی که تانستی به سود مستمر ده حساب دمو برسی، بعدش با خیال راحت برو حساب ریالیت بساز و مطمئن باش اگه او قوانینی که ده حساب دمو رعایت کردی، استاپ لاس، مدیریت سرمایه، کنترل احساسات، پایبند بودن استراتژی، تاییدیه های کندلی،
تمام اینا رو رعایت کردی و تانستی در حساب در سود مستمر برسی، در حساب ریال مطمئن باش که با همون چیزهایی که با حساب در سود مستمر رسیدی در حساب ریالتام به سود مستمر میرسی، 100% میرسی. این رو برات قول میتونم. و هرگز و هرگز اگر شما مدیریت سرمایه داشته باشین، این رو جدی میگم براتون دوستان عزیز، شما اگر مدیریت سرمایه داشته باشین، استاپ لاس خوردن هرگز شما رو صفر نمیکنه. اگر مدیریت سرمایه نداشته باشی خیلی راحت هم صفر میشی. این رو برای جدی میگم. من شده یک ماه ضرر کنم، یک ماه پشت سر هم ضرر کنم، ولی مدیریت سرمایه داشتیم، اجازه ندادیم که سرمایه ضربه بخوره. دوستان عزیز، مدیریت سرمایه استاپ لاس مثل یک سپر است دوستان عزیز، سپر است برای سرمایه تان که اگر رعایتش نکنی، کوچکترین یک حرکت منفی انجام بدی، خیلی زود داخل بازار صفر میشی. مدیریت سرمایه یعنی چی؟ حالا ما جلسهش گذاشتیم که حتما بریم ببینین. ما اون جلسه رو که گذاشتیم واقعا دوستان عزیز جوری که توضیح دادیم هرگز هیچ کس براتون توضیح نمیده. سعی کنین استفاده کنین تا بتونین به اون چیزی که میخواین برسین. مدیریت سرمایه یعنی که نبیاین در هر معامله یک مقدار ضرر کنین. در یک معامله $5 ضرر میکنین، در یک معامله $10 ضرر میکنین، در یک معامله $20 ضرر میکنین، در یک معامله $2 سود میکنین، در یک معامله $5 ضرر میکنین. شما باید تمام اینا را نوشته کنین روی دفتر. در یک معامله چقدر میخوام ضرر کنم و تمام معاملاتتون باید همونقدر ضرر شوه، نه بیشتر نه کمتر. خلاص. و من سعی میکنم حالا دوره رو زودتر براتون آپلود کنم. در این چند وقت واقعا یک مقدار کارا خیلی زیاد بوده که از اون خاطر نتونستم. و ای که حالا دوره رو زودتر براتون آپلود میکنم و سعی کنین استفاده کنین دوستان عزیز. بازار سختی نیست ولی سعی کنین استفاده کنین تا ای که آموزش درست داخل بازار ببینین. همونطور که گفتم ساختن استراتژی سخت نیست. تنها همون قوانینی که براتون گفتم رعایت کنین، مطمئن باشین استراتژی خودتون رو میسازین. سخت نیست ساختن استراتژی. و ای که فکر نکنم نیاز باشه دیگه مثال بزنم. اگه این ویدیو رو یک بار دیدی سعی کن 2 بار ببینی، 3 بار ببینی و سعی کن ملکه ذهنت شوه. فیبوناچی بسیار یک ابزار خوبی هست که میتونین ازش استفاده کنین و انشالله در جلسه بعدی هم از فیبوناچی 3 نقطه هم میخوام ویدیو بذارم. خب دوستان عزیز، تشکر که تا ایدم همراه ما بودین. سعی کنین با دوستان عزیزتان هم به اشتراک بذارین، چرا که سعی کنین همکاری کنین. هرچی تریدر زیاد شوه داخل جامعه بهتر است، حجم بازار بالاتر میره و خیلی خیلی بهتر است. و ای که این یک دوره رایگان است. سعی کنین با تمام عزیزانتان به اشتراک بذارین تا همگی بتونن استفاده کنن و با بازارهای مالی آشنا شون. همکاری کنین، مطمئن باشین به درجات خیلی خیلی بالا میرسین. این رو براتون قول میدم، به درجات خیلی خیلی بالا میرسین و خدا چندین برابر بیشترش براتون میده. این رو ما تجربه کردیم. و ای که دوستان عزیز همینجا این جلسه رو ختم میکنیم تا جلسه بعد شما رو به الله پاک میسپارم.